تصور کن داری با یه آدم غریب قهوه میخوری. اون آدم تمام جزئیات رو در مورد تو میدونه. همه عادتهای ریز و درشتت، همه تصمیمایی که تا حالا توی زندگیت گرفتی، حتی مسیرهایی که طی کردی یا میخوای طی کنی و عمیق‌ترین رازهات رو میدونه. جالب اینجاست که تو در مورد این غریبه هیچی نمیدونی. تونستی حدس بزنی اون کیه؟ دقیقاً درسته. اون خود تویی 10 سال بعد. خب حالا به من بگو این ملاقات چطوری روی عملکرد امروزت تأثیر میذاره؟ احتمالاً قبل از خوردن یه تیکه کیک اضافه 2 بار فکر میکنی و میخوای بدونی خوردنش چه تأثیری روی آیندت میذاره. یا مثلا ممکنه قبل از اینکه فوراً یک چیزی رو بخری به این فکر میکنی که این خرید هیجانی بعدها ممکنه چه فشار مالی برات ایجاد کنه. میشه به زندگی اینجوری نگاه کنیم که یک تکامل رو به آینده است، بدون اینکه متوقف بشه. آینده‌ای که همون نسخه بعدی ما توش داره زندگی میکنه. نسخه از خود ما که ممکنه با خود امروزمون واقعا احساس غریبگی کنه. یعنی همون غریبه‌ای که تو اصلا نمیشناختیش. همین فاصله بین توی امروز و توی 10 سال بعد میتونه باعث تصمیماتی بشه که شاید امروز تو رو خوشحال کنه، اما به هیچ وجه انتظار همچین نتیجه‌ای رو در آینده نداری و حیرت میکنی. اما متاسفانه اغلب ما به خاطر اینکه به یک رضایت آنی چسبیدیم و به سایه‌ای که این تصمیم فوری بر آینده ما میگذاره توجهی نشون نمیدیم، به همون تصمیم‌های نادرستمون همواره ادامه میدیم. حالا به این فکر کن که چی میشه اگه بتونی این فاصله رو پر کنی؟ چی میشه اگه بتونی یک پیوند همدلانه با خود آیندت برقرار کنی و از این طریق تصمیمات امروزت رو شکل بدی تا فردای موفق‌تر رو برای خودت تضمین کنی؟ اگه اولین بار اینجا هستید، من دکتر حسنی هستم، روانشناس و در آرام سایکولوژی خلاصه یا چکیده کتاب‌هایی رو که خودم مطالعه می‌کنم با زبانی ساده با شما به اشتراک می‌گذارم. اگه تا پایین این کتاب با من همراه باشی، مطمئنم که نه تنها از شنیدن این کتاب لذت می‌بری، بلکه تا مدت‌ها اثرش توی ذهنت باقی خواهد موند. پس با من همراه باش. کتاب خود آینده تو اثر هال هرشفیلد سفری روشنگر از طریق دنیای پیچیده تصمیمات ماست که عناصر قدرتمند روانشناسی و اقتصاد رو با هم دیگه در میان میذاره تا چشمانداز منحصر به فردی برای مشاهده انتخاب‌های بلند مدت ما ارائه بده. این کتاب به ما نشون میده که چطور تصمیماتی رو که امروز میگیریم مستقیما آینده ما رو شکل میدن، جوری که همین الان میتونیم با توجه به این تصمیمات 10 سال آیندهمون رو به راحتی پیش بینی کنیم. نویسنده این کتاب یعنی هال هرشفیلد استاد شناخته شده دانشکده مدیریت UCLA هست که تو زمینه روانشناسی و اقتصاد تخصص زیادی داره. توی این کتاب با بهره‌گیری از تجربهش سعی کرده به خوانندگانش کمک کنه تا تصمیمات بهتری در بلند مدت بگیرن، در نتیجه آینده بهتر رو برای خودشون رقم بزنن. دم شما گرم که با من همراه هستید. بریم سراغ ادامه کتاب. احتمالاً پدرو رودریگز فیلو رو میشناسی. یه لحظه به داستانش فکر کن. مردی که وسط یک محیط وحشی به دنیا اومد و جمجمش در اثر ضرب و شتم پدرش متلاشی شد. رودریگز سال 2023 از دنیا رفت. اون تا سال 1985 یک قاتل زنجیره‌ای بود که تعداد 71 نفر رو به قتل رسونده بود. و با این وجود داستان زندگی اون به یک سلول زندان ختم نشد. اون شروع کرد به ورزش کردن، خوندن و نوشتن رو هم یاد گرفت و سال 2007 به کمک یک خلأ قانونی تونست به عنوان یک مرد آزاد از زندان خارج بشه. اون هر روز ساعت 4 صبح از خواب بلند میشد، مواد مخدر و الکل رو هم کاملا گذاشت کنار و کارش این شده بود که داستان‌های الهام بخش رو توی یوتیوب اشتراک بگذاره.
رودریگز به جوانایی که مجرم بودن مشاوره میداد و قسم میخورد که خود قدیمیش اون رو طرد کرده و انگار که دوباره از نو متولد شده. این داستان سوالی رو توی ذهن ما ایجاد میکنه که آیا ما واقعا میتونیم یک تکون اساسی به خودمون بدیم و تبدیل به یه آدم دیگه بشیم؟ به احساست فکر کن. تصور کن که هر سلول بدنت با یک سلول تازه جایگزین شده، اما خاطراتت را هنوز حفظ کردی. آیا این هنوز هم خود تو هستی؟ چی میشه اگه ذهن و خاطراتت با ذهن یک آدم دیگه جایگزین بشه؟ قبل از اینکه به خودت به شکل یه موجود تازه نگاه کنی، چند قسمت از وجودت باید تغییر کنه تا تبدیل به یه آدم دیگه بشی؟ به زندگیت فکر کن. طبیعیه که بعضی از ویژگی‌های ما از دوران کودکی با ما مونده باشه. اما با این حال تجربه‌هایی هم که توی زندگیمون داشتیم ما رو شکل داده. بدنمون رو متحول کرده، حتی خاطرات ما رو تکمیل کرده. فلسفه به تنهایی نمیتونه این معما رو حل کنه. مطالعه‌ای از پروفسور نینا استرومینگر نشون میده که دنیای روزمره داره دیدگاه متفاوت رو به ما نشون میده. توی این مطالعه از افرادی که مراقب بیمارای آلزایمری و ALS هستن پرسیده شده که آیا اونایی که ازشون مراقبت میکنین هنوزم همون حس قبلی رو بهتون دارن یا نه؟ نتیجه خیلی جالب بود و خیلی چیزا رو نشون میداد. بیماران ALS که حافظه‌شون سر جاش بود و فقط بدنشون تحلیل رفته بود، خیلی بیشتر از بیماران آلزایمری که حافظه‌شون تحلیل میرفت ولی بدنشون سالم تر بود خودشون بودن و حسشون تغییری نکرده بود. اما چیز جالبتری هم وجود داشت. ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشد که پروفسور نینا استرومینگر رفت سراغ مراقبای بیماری زوال عقل یا فرونتو تمپورال. این بیماران بدن و خاطراتشون دست نخورده باقی میمونه، اما عقلشون زائل میشه، جوری که در انجام کارا و رفتارهای اخلاقی ناتوان میشه. این بیمارا از آلزایمری ها هم غریبه تر به نظر میرسیدن. در واقع غریبه ترین ها اینا بودن. این نشون میده که خود اخلاقی ما اون چیزیه که واقعا میتونه هویت اصلی ما رو شکل بده. پس بیا الان روی داستان رودریگز تمرکز کنیم. آیا اون واقعا به یه آدم جدید تبدیل شده بود؟ اگه خود اخلاقی رو به عنوان هویت در نظر بگیریم میشه گفت بله، اون حقیقتا چنین کاری کرده بود، کلاً یه آدم دیگه شده بود. حالا بیا این نور رو به خودمون بتابونیم. 10 سال بعد ما چه آدمی هستیم؟ آیا یک غریبه ایم برای الان خودمون؟ فکر میکنی تو هم به آدم جدیدی تبدیل میشی؟ یا به همین شکلی که هستی باقی میمونی؟ چقدر شکاف بین این دو نسخه از خودت میبینی؟ همینطور که داریم با هم کندوکاو عمیق‌تری میکنیم، این جنبه جذاب وجود انسانی خودمون رو کشف خواهیم کرد. جاودانگی رو تصور کن. برای همیشه جوان و بدون محدودیت سنی، مثل یک خوناشام که غرق نور مهتاب شده باشیم. بعد جالب باشه نه؟ درسته، اگر چه جالبه، اما یک تعارض وجودی توی این جاودانگی هست. این که چطوری میتونستیم مطمئن باشیم که اگه جاودان بودیم واقعا چه کسی میشدیم؟ چطور آدمی بودیم؟ درست همونطور که یک زندگی جدید در جهان خلق میشه، هر لحظه ورژن جدیدی از ما رو به دنیا میاره. بنابراین چهره آینده ما تصویر شفاف و واضحی نیست، بلکه همیشه در نظرمون مه‌آلوده و به صورت چهره مرموز و سایه‌وار باقی میمونه. درکی که ما از آینده خودمون داریم شدیداً و عمیقاً روی رفتارهای امروزمون تأثیر میگذاره. حالا ازت میخوام که 2 شخصیت رو برای خودت تصور کنی. یکی ورژن گسترش یافته از خود فعلیت و دومی خودت در آینده که یه فرد کاملا جدیده. این که چطور این خود آیندت رو توی این دوگانگی درک و تصور میکنی به طور پیوسته داره به روش زندگی امروزت رنگ و بو میبخشه. حواست به این نکته باشه که ما معمولاً همیشه به نفع شخصی خودمون عمل میکنیم.
با این وجود اگه به خود آیندهمون توجهی نکنیم و اون رو مثل یه آدم غریبه ببینیم که نمیشناختیمش، احتمال داره کمتر دلمون بخواد به عادتهای سالم و مفید تعهد پیدا کنیم. میدونی منظورم چیه؟ حرفم اینه که وقتی فکر کنی خوردن یه تیکه کیک شکلاتی اضافه قرار نیست به دور کمر تو سایز اضافه کنه، بلکه دور کمر یه غریبه رو داره زیاد میکنه، معلومه که بهش نه نمیگی، نوش جان هم میکنی. این جدایی تو از خود آیندت در نهایت به ضررت تموم میشه، چرا که ممکنه هزینه زیادی رو به تحمیل کنه و احتمالاً به تمایل تو به داشتن بدهی‌های بلند مدت هم منجر میشه. وقتی آدما به آینده نزدیک فکر میکنن، مثلا روز تولد بعدیشون، معمولاً از ضمیر اول شخص استفاده میکنن. چرا اینو میگم؟ چون انگار یک اتصال شخصی بین خودشون و خود آینده نزدیکشون حس میکنن. اما وقتی که میخوان مثلا به 30 سال بعدشون فکر کنن، مثل اینی که دارن به یه آدم غریبه که اصلا چیزی ازش نمیدونن فکر میکنن. برای همینم این به ضمیر سوم شخص تغییر میکنه. انگار که همه چیز به ادراک ما بستگی داره. فرض کن 2 پرنده رو داری از فاصله دور میبینی. خب تفکیک کردنشون از هم ممکنه برات چالش برانگیز باشه. به همین شکل وقتی به خودهای آیندت فکر میکنیم، مثلا آینده 2 سال بعد یا 10 سال بعد یا 30 سال بعد، 30 سال بعد خودت، ممکنه اینجوری به نظر بیاد که این هویت‌ها به طور مبهمی در هم ادغام شدن. خود آینده ما مبهم و شبح ماننده، در حالی که خود فعلی ما جامد و قابل لمسه. درسته که آینده ما هم فرد متفاوتی نیست و در واقعیت همین جسم جامده، اما وقتی به شکل یه آدم جدید به آیندت نگاه میکنی، بینش‌های تازه‌ای نصیبت میشه که مفیده. فداکاری برای یک غریبه دیگه برات سخت نیست. مسلماً به نظرت غیر منطقی میاد، به خاطر بیشتر نشدن مثلا دور کمر یک غریبه الان از خیر لذت خوردن کیک شکلاتی نمیگذری. اما اگه خودت آیندت رو به شکل یک دوست خیلی عزیز ببینی، خود آیندت رو اوضاع خیلی فرق میکنه. پس به نظر میاد وقتش رسیده که دیدگاهت رو تغییر بدی. به جای اینکه به خود آیندت به دید یه شخصیتی دور از دسترس نگاه کنی، اون رو کمی به خودت نزدیکتر احساس کن. شخصیت آینده خودت رو مثل یک متحد، یک دوست و کسی بدون که ارزش فداکاری رو داره و در این صورت شاید خود آینده تو کمتر مثل یک غریبه به چشمت بیاد و بیشتر کسی رو به ذهنت بیاره که دوستش داری. به طور استعاره یک کشتی رو تصور کن که توی نقطه خاصی از دریا لنگر انداخته. این کشتی با وجودی که دریای آزاد بهش ندای رفتن میده و حتی افق اون رو به سمت خودش فرا میخونه، سر جاش پهلو گرفته و حرکت نمیکنه. همه ما به نوعی شبیه این کشتی هستیم. ما هم یه جورایی مثل مفهوم لنگر انداختن در ارزش‌ها و خود فعلیمون پهلو گرفتیم. حتی وقتی که میدونیم باید از این زنجیر رها بشیم و به سمت آینده حرکت کنیم. استعاره لنگر انداختن ما رو به سمت چیزایی سوق میده که برای خود آیندهمون مضره. یک مثال اینجا با هم مرور کنیم. اگه به آدما بگی 6 ماه بعد $1000 میخوای یا همین الان $990، بهت قول میدم اکثر قریب به اتفاقشون اون $990 فوری رو ترجیح میدن. البته باید دید که نقطه عطف ماجرا کجاست. اون $1000 چقدر ارزش صبر کردن رو داره. تمایلی که ما آدما به پاداش‌های فوری داریم و اونا رو به مزیت‌های آینده ترجیح میدیم، میتونه به تصمیم‌های مشکل ساز منجر بشه. مثالش هم حتما توی اطراف دیدی. میلیونرایی که گاهی یک شبه ثروتشون رو به باد میدن. با این حال وقتی ما لحظه‌ای بودن زمان حال رو حذف کنیم، این تصویر میتونه تغییر کنه. حالا اگر من ازت بخوام بین $900 در سال آینده و $1000 در 1 سال و نیم آینده یکی رو انتخاب کنی، انتخاب تو کدوم میتونه باشه؟ اکثر آدما توی این مورد صبر بیشتری نشون میدن و میگن حالا 6 ماه چیزی نیست.
و انتخابشون مبلغ بیشتر میشه. حالا این داستان فقط به موضوعات مالی محدود نمیشه. فرض کن شما یک تخت شکلات بهت پیشنهاد میدن، یه مشت آجیل سالمم در معرض دیدت قرار میدن. اکثر آدما گزینه سالمتر یعنی آجیل رو انتخاب میکنن. وقتی که پاداش فوری نباشه، جذابیت رضایت آنی هم از بین میره و چیزای دیگری مهمتر میشه. به نظرت به خاطر این نیست که ما آینده رو نامعلوم میبینیم و به اون ضرب المثل معروف میچسبیم که سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است؟ کششی که زمان حال برای ما ایجاد میکنه خیلی قدرتمنده. دلیلش هم اینه که برای ما آشناست. لحظه حال توی ذهن ما عظمتی داره که هرچی هم ما و مخصوصا هرچی هم ما آینده رو دورتر ببینیم، به نظر میاد که خب این فاصله بیشتر میشه، سخت‌تر میشه انتخاب آینده. در واقع میتونیم اینجوری توضیح بدیم که یک روز در زمان حال طولانی تر از یک روز صرف شده در مثلا یک کار تو 6 ماه بعد به نظر میرسه. درست این یک کرم که یواش یواش به پروانه تبدیل میشه. تک تک لحظه های ما هم جمع میشن و آینده رو میسازن. حتما تا حالا برات پیش اومده که دقیقه 90 بخوای یک کار رو تموم کنی؟ نه؟ پیش اومده؟ مثل موتسارت که ظاهراً آهنگ دونجیوانی رو در آخرین لحظات زندگیش کامل کرد. شاید شب قبل از امتحانات پر از کارهایی نکرده باشه. برنامه‌ت رو حسابی شلوغ کرده باشی، کارا عقب مونده باشه یا اهمال کاری کرده باشی. عادتی که میتونم بگم تقریباً همه ما توش مشترکیم. اما چیزی که الان حواسمون بهش نیست اینه که با عقب انداختن کارها تا دقایق آخر داریم به آینده خودمون یا همون خود آیندهمون که حالا دیگه باهاش دوستیم و دوستش داریم و میشناسیمش آسیب میزنیم. سوال اصلی که اینجا پیش میاد اینه که علت اصلی این اهمالکاری واقعاً چیه؟ ما برای اینکه خود آیندهمون رو واضح و شفاف ببینیم تلاشمون رو میکنیم. وقتی نتونیم خود آیندهمون رو واضح و به وضوح ببینیم، نمیتونیم بفهمیم که با هر تصمیم نابخردانمون چه باری روی دوش آینده خودمون میگذاریم. خب نگران نباش، چون هنوزم امید هست. راهی وجود داره. یه ذره بخشش میتونه راه طولانی باشه. گذشتت رو به خاطر انجام ندادن کارها ببخش و برای اینکه از اهمالکاری‌های بعدی جلوگیری کنی، روی درک خودت از آینده‌ت کار کن. با انجام این کار نه تنها بار بزرگی رو از روی دوش آینده‌ت برمی‌داری، بلکه ارتباط قوی‌تری بین خود فعلیت، گذشتت و خود آینده‌ت ایجاد می‌کنی. آیا تا حالا برات پیش اومده که با یه کاری که در آینده برنامه‌ریزی شده موافقت کنی؟ اما وقتی که وقتش میرسه، وقت انجامش میرسه، پشیمون میشی که اصلا چرا این کار رو قبول کردی. اینو بهش میگن اثر بله لعنتی. شاید اینو موقعی تجربه کردی که مثلا به دعوت مهمونی پاسخ مثبت داده بودی، اما بعدن که میخواستی به اون مهمونی بری کلی ترس و تردید سراغت اومده که چرا قبول کردم. این بله لعنتی نشون دهنده اینه که ما نمیتونیم حالات عاطفی خودمون رو در آینده به سادگی پیش بینی کنیم. پدیده‌ای که توی تصمیم‌های منجر به پشیمونی هم عموماً دیده میشه. حتی اثر بله لعنتی رو شما در مورد پشیمونی از انجام دادن یک تتو یا یک خالکوبی روی دستت یا هر گوشه بدنت میتونی تجربه کنی. اهمیتی که پشت اون تتو بوده به مرور زمان برات کم رنگ میشه و یا حتی از بین میره و تصمیم عجولانه‌ای به نظر میرسه تو اون زمان، ولی زمان که میگذره ازش پشیمون میشی، باعث میشه نتونی هر لباس مناسبی رو بپوشی، ممکنه اون تتو به چشم میاد و تو رو اذیت کنه. حالا تصور کن که با خود آینده‌ت داری ملاقات میکنی، در حالتی که مثلا از ازدواجش ناراضیه یا از وضعیت سلامتیش گله‌منده. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تو چطوری میتونی از بروز چنین آینده‌ای پیشگیری کنی؟ چطوری میتونی خودت رو
توی بهترین ورژن ممکن از خودت در آینده تصور کنی. این سفر از جایی شروع میشه که خود آیندت رو نزدیکتر و ملموستر و واقعیتر تصور کنی. کاری که آنا تورندیک پزشک مستقر در بوستون انجام داد همین بود. اون میخواست عادتهای خوردن بیمارانش رو بهبود ببخشه، بدون اینکه نیاز باشه اونا تصمیم آگاهانه بگیرند. چطور این کارو کرد؟ اون برای کافتریای بیمارستان یک چیدمان متفاوت ایجاد کرد. در اصل توی یخچال کنار صندوق دریافت وجه فقط نوشابه وجود داشت قبلا. کاری که تورندیک کرد این بود که آب آشامیدنی رو هم بهش اضافه کرد. البته نه فقط اونجا، بلکه توی همه ایستگاه‌های نوشیدنی دیگه آب رو در دسترس قرار داد. توی 3 ماه بعدی فروش نوشابه 11% کمتر شد و این در حالی بود که فروش آب 25% بیشتر شده بود. بیماران انتخابای سالمتری می‌کردن فقط به این دلیل که نشونه‌ها برای نوشیدن آب به جای نوشابه بیشتر به چشم میومد. بنابراین تغییرات ساده توی محیط ما میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. میخوای گیتار تمرین کنی؟ گیتارتو وسط اتاق ول کن. میخوای میون‌وعده‌های سالمتری بخوری؟ اونا رو به جای اینکه بذاری توی کشو کابینت، یخچال، روی پیشخون آشپزخونه بگذار. نشونه‌های مخصوص به خودت رو تا جایی ممکن واضح و قابل رؤیت در مقابل چشمت قرار بده. اینجوری احتمال بیشتری هست که تو بهشون پاسخ مثبت بدی. دومین راه عالی برای تقویت محرک‌ها استفاده از هدف‌های قابل اجراست. بیشتر ما تمایل داریم در مورد قصد و نیتمون به صورت خیلی مبهم حرف بزنیم. مثلا اکثر ما میگیم من میخوام رژیم غذایی سالمتری داشته باشم و خیلی راحت امیدواریم که به دنبال این هدف بریم. یه هدف انجام شدنی و قابل دستیابی طرح روشنی از عمل رو ارائه میده و مشخص میکنه چه زمانی و کجا این عادتی رو که تمایل به پرورشش در خودمون داریم انجام میدیم. پژوهش‌های انجام شده توی این زمینه نشون میدن که این روش کار میکنه و نتیجه میده. مطالعه روی رای دهندگان آمریکا نشون داد که شهروندانی که ازشون سوال شد چه موقع رای میدی و چطوری خودت رو به محل اخذ رای میرسونی، نسبت به این که فقط بپرسی آیا رای میدی یا نه، با احتمال بیشتری توی انتخابات شرکت میکنن. اینجا یه راهکار عملی هم برات دارم. فرض کن که میخوای عادت دویدن رو توی خودت ایجاد کنی. فقط نگو من بیشتر میخوام بدوم. بگو روز دوشنبه و روز چهارشنبه و جمعه وقتی زنگ هشدار خاموش میشه، اولین کاری که انجام میدم اینه که وسایل دویدنم رو میپوشم، ساعتم رو برای 4 کیلومتر تنظیم میکنم، بعد کفشای دویدن رو میگذارم یک جای جلوی چشمم و در واقع اینطوری دارم یک برنامه روشن و مشخص برای دویدن میچینم. هم یک محرک واضح و روشن به خودم میدم و شاید تعجب کنید که این کار چقدر ایجاد عادت دویدن رو برای ما راحت تر میکنه. سال 1954 2 دانشمند توی حوزه علوم اعصاب یعنی جیمز اولدس و پیتر میلنر آزمایشی رو برای بررسی عصب شناسانه مفهوم تمایل در موجودات انجام میدن. اونا میان با کمک الکترودها جلوی ترشح دوپامین رو توی موشها میگیرن و در کمال تعجب متوجه میشن که موشها میل و اشتیاق به زندگی رو از دست میدن. دیگه حتی میلی به خوردن و نوشیدن و تولید مثل هم نداشتن. 2 روز بعدم از تشنگی و گرسنگی میمیرن. مغز انسان هورمون دوپامین آزاد میکنه، هورمونی که باعث میشه وقتی کارهای لذت بخشی مثل خوردن یا برقراری رابطه جنسی انجام میدیم حس خوبی در ما ایجاد کنه. جالب اینجاست که حتی وقتی این فعالیت‌های لذت بخش رو پیش بینی میکنیم، همون حس خوب حاصل از دوپامین رو هم تجربه میکنیم. این روش مغز ماست که ما رو جلو میبره و تشویقمون میکنه که اون کارها رو توی واقعیت انجام بدیم. پس توی سیستم پاداش مغز اشتیاق نسبت به یک چیز برابر با رسیدن به اون چیز. این سیستم میتونه دلیل لذت بخشی انتظار بچه‌ها برای عید و گرفتن کادو رو کاملا توضیح بده.
همچنین به همین دلیله که خیال بافی در مورد قرار دیدار آینده خیلی لذت بخش میشه. علاوه بر این میتونی این دانش رو موقع تلاش برای شکل دادن عادتها به نفع خودت به کار ببری. اگر بتونی در راستای چیزی که مشتاقانه منتظرشی یک عادت ایجاد کنی، احتمال بیشتری وجود داره که اون عادت رو دنبال کنی و در واقعیت انجامش بدی. یک تکنیک عالی برای این کار متصل کردن یک کار به امیال ماست. این وقتی به درد میخوره که میخوای یک کار مهم اما خوشایند رو انجام بدی. تو این کار رو به رفتاری مرتبط میکنی که برات جذابه و باعث ایجاد انگیزه به واسطه تولید دوپامین میشه. حالا بذار یک مثال واسط بزنم همینجا. رونالد بایرن دانشجوی مهندسی توی ایرلند گرچه میدونست که باید بیشتر ورزش کنه، اما با ورزش کردن خیلی حال نمیکرد مثل خیلی از ماها. عوضش از تماشای نتفلیکس لذت می‌برد. برای همین یه دوچرخه تمرینی رو هک کرد، اونو به لپتاپش وصل کرد و یه سری کدهایی نوشت که فقط موقعی به نتفلیکس اجازه پخش روی سیستمش میداد که با سرعت خاصی دوچرخه سواری میکرد و اینجوری با مرتبط کردن ورزش و رفتاری که طبیعتاً بهش علاقه داشت مثل فیلم دیدن، یک فعالیت خوشایند رو به یک فعالیت لذت بخش تبدیل کرد. نیازی نیست مهندس باشی تا این نکته رو توی زندگیت به کار ببری. مثلا اگه میخوای ورزش کنی اما واقعا از دنبال کردن آخرین شایعات در مورد سلبریتی ها و اخبار لذت میبری، میتونی خودتو متعهد کنی که فقط وقتی توی باشگاهی اجازه خوندن اون مجلات و اخبار رو داشته باشی. یه مثال دیگه اینه که اگه دوست داری رویدادهای ورزشی رو تماشا کنی اما باید تماس‌هایی در مورد فروش هم داشته باشی، به خودت قول بدی که اگه 1/10 از برنامه‌های تماس کاری تو انجام بدی و با مشتریات صحبت کردی و کاراتو انجام دادی، اون وقت میتونی نیم ساعت برنامه ورزشی هم تماشا کنی. به زودی این روش حتی ممکنه وظایف غیر جذاب رو هم برات لذت بخش کنه، چون حین انجام اونا انتظار یک پاداش لذت بخش داری میکشی. ما معمولاً زمان زیادی رو صرف رفتارهای آسون میکنیم. به عنوان مثال گشتن تو شبکه‌های اجتماعی که هیچ تلاش خاصی نیاز نداره و کار راحتیه برای پر کردن بخش زیادی از زمانمون. در مقابل انجام دادن صدها بار حرکت شنا یا مطالعه زبان چینی یا هر زبان دیگه‌ای به تلاش‌های زیادی نیاز داره. تکرار این رفتارها به صورت روزانه تا زمانی که تبدیل به عادت بشن خیلی سخت و زمان بره. با این توضیحات مشخصه که کلید ایجاد عادت، ایجاد رفتارهایی که تا حد ممکن ساده و آسون باشن. خوشبختانه چند تا ترفندم وجود داره که ما به کار ببریم تا هر چیزی رو برای خودمون آسون تر کنیم. اولین کار اینه که روی کاهش استحقاق تمرکز کنیم. اگه بخوام از خودم برات مثال بزنم، همیشه توی ارسال کارت‌های تبریک فاجعه بودم، در حالی که همسرم هیچ وقت مناسبتی رو از دست نداده و توی همه مناسبت‌ها کارت تبریک یا تسلیت رو حتما ارسال میکنه. چرا؟ خب همسرم یک جعبه پر از کارت‌های تبریک توی خونه نگه می‌داره. این کار باعث میشه که ارسال کارت برای اعلام تبریک یا تسلیت خیلی براش آسون باشه. چون وقتی کسی ازدواج میکنه یا مشکلی براش پیش میاد، دیگه مجبور نیست فقط برای خریدن یک کارت از خونه بیرون بزنه. در واقع هیچ استحقاقی توی ارسال کارت براش وجود نداره. به علاوه میتونی از این رویکرد درست برعکس استفاده کنی. یعنی بیای استحقاق رو برای عادتهای بد بالا ببری. مثلا اگه میخوای وقتی کمتر جلو تلویزیون هدر بری، تلویزیون رو از برق بکشی یا باتریا رو از کنترل تلویزیون بیرون بیاری. انجام این کار باعث ایجاد استحقاق کافی میشه تا مطمئن بشی که فقط زمانی که واقعا میخوای یک چیز رو ببینی تلویزیون رو روشن کنی. دومین ترفند برای آسان‌تر کردن یه عادت توی بلند مدت قانون 2 دقیقه است. راهی برای اینکه هر فعالیت جدیدی رو مدیریت پذیر کنی. اساس این نکته اینجاست که هر فعالیتی که در عرض 2 دقیقه انجام بگیره میتونه به یک عادت جدید تبدیل بشه. مثلا میخوای بیشتر بخونی، به جای اینکه خودتو متعهد کنی که هر هفته یک کتاب بخونی، عادت به مطالعه 2 صفحه هر شب رو توی خودت ایجاد کن.
یا اگه میخوای توی 2 ماراتون شرکت کنی، خودتو متعهد کن که هر روز بعد کار به سادگی فقط وسایل دویدنت رو بپوشی. قانون 2 دقیقه راهی برای ایجاد عادتهای راحت و قابل دستیابیه. این عادتها میتونن تو رو به سمت چیزهای بزرگتر هدایت کنن و به محض اینکه کفشای مخصوص دویدنت رو بپوشی، احتمالاً خود به خود از خونه بیرون میزنی و شروع به تمرین میکنی. وقتی 2 صفحه از یک کتاب رو بخونی، احتمالاً ادامهش میدی. و قانون 2 دقیقه میگه که شروع انجام کار مورد نظر اولین و مهمترین گام برای انجام اون کاره. حالا به یه نگاهی به قانون نهایی استفاده از عادتها برای بهبود زندگیمون کنیم. دهه 1990 استفان لوبی محقق بهداشت عمومی توی محله از شهر کراچی پاکستان کار میکرد. ایشون موفق شد اسهال رو بین کودکان محلی تا 52% کاهش بده. حتی میزان ذات‌الریه تا 48% و عفونت‌های پوستی تا 35% کمتر کنه. راز لوبی چی بود؟ رازش فقط یک صابون خوب و قشنگ بود، خوشبو و قشنگ. البته اینم اضافه کنم که شکل دادن خود آینده بهترت فقط شامل انتخاب‌های سخت و فداکاری کردن نیست. شامل اینم میشه که زمان حال رو برای خودت دلپذیرتر و لذت بخشتر کنی. اگر یک کاری برات سخته یا نیاز به فداکاری داره، اونو با یه چیز دیگه لذت بخش همراه کن. مثلا میتونی موقع ورزش کردن یک کتاب صوتی هم گوش بدی. یا وقتی که داری مسواک میزنی یک کلیپی که خیلی خوشت میاد از یوتیوب یا اینستاگرام رو تماشا کنی. گرچه اینا تغییرات کوچیکی هستند، اما همین تفاوت‌های جزئی میتونه کارهای پیش پا افتاده و غیر جذاب رو یا کارهای چالش برانگیز رو قابل تحمل تر کنه و انجامشون رو برای ما راحت تر کنه. خب داریم به پایان کتاب نزدیک میشیم تقریبا و اون چه که قرار بود از این کتاب به دست بیاریم اینه که درک و تقویت رابطه ما با خود آیندهمون عمیقا روی تصمیمات امروز ما تأثیر میذاره و ما رو ترغیب میکنه تصمیماتی بگیریم که بیشترین منافع رو برای آینده ما خواهد داشت. حتی اگر ظرفیت ذاتی برای تحول و تغییر خودمون رو داشته باشیم، شناختن و پذیرش خود آیندهمون به خاطر فاصله‌ای که با آینده حس میکنیم و نداشتن اون ارتباط ملموس باز هم میتونه برای ما چالش ایجاد کنه و این چالش میتونه باعث بشه که بخوایم فقط به نیازهای فوری و الانمون پاسخ بدیم بدون اینکه حواسمون به هزینه‌ای باشه که به خود آیندهمون تحمیل میکنیم. برای حل این چالش هم استراتژی‌هایی مثل تجسم آینده خودمون، گذاشتن چارچوب‌های زمان بندی شده، تعهدهای ملموس‌تر، در نظر گرفتن یه عواقب برای کارهای ناخواسته و همینطور لذت بخش کردن کارهای ضروری در زمان حال به ما کمک میکنن که بتونیم شکاف بین حال و آینده رو پر کنیم و رابطه سالمتری با خود آیندهمون بسازیم. این کارا رو که انجام بدی میتونی خودت رو به گرفتن تصمیماتی تشویق کنی که آینده رضایت بخشتری رو برات رقم میزنه و حتما تو رو به بهترین نسخه از خودت در آینده وصل میکنه. خب امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید و مرسی که تا پایان کتاب با من همراه بودید و یادتون باشه که موفقیت از لحظه ای آغاز میشه که توانایی های خودتون رو باور میکنید. خیلی دوستتون دارم و تا کتابی دیگر بدرود.